چرا خواب می‌بینیم؟ خواب دیدن یکی از فعالیت‌های طبیعی مغز در هنگام خواب است. بیشتر خواب‌ها در مرحله به نام REM رخ می‌دهند، زمانی که مغز بسیار فعال است اما بدن در حالت استراحت قرار دارد. دانشمندان معتقدند خواب‌ها چند نقش مهم دارند: پردازش و ذخیره خاطرات. مغز اطلاعات و تجربه‌های روزانه را مرتب و در حافظه ثبت می‌کند. تنظیم احساسات. خواب‌ها می‌توانند به پردازش احساساتی مانند شادی، ترس، نگرانی و هیجان کمک کنند. تقویت یادگیری. مغز در هنگام خواب برخی مهارت‌ها و دانسته‌های جدید را مرور می‌کند. فعالیت‌های طبیعی مغز. گاهی خواب‌ها نتیجه ترکیب تصادفی خاطرات، تصاویر و افکار مختلف هستند. با وجود پیشرفت علم هنوز هیچ دلیل دقیق خواب دیدن به طور کامل مشخص نشده، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خواب نقش مهمی در سلامت و عملکرد مغز دارد.